سلام عرض میکنم خدمت همگروهی های خوبم، خیاط های نازنین سراسر ایران و هر چی فارس زبان روی این کره خاکی هستش. ببینید عزیزانی از بنده سوال میکنن ما بلد نیستیم، بلیتمون درست در نمیاد، خوب وای نمیشه، نمیدونم میزون در نمیاد. ببینید ما اینو برش زدیم، این به اصطلاح چاک بلیتیمونه. ببینید تا جایی که حالا مد نظرمونه 10 سال 12 سال حتی بعضیا بیشتر میگیرن، به انتهای اون اندازه‌ای که مد نظرمونه که رسیدیم یه چرت 1 سانتی تقریبا اوری به سمت اون قسمت کمه. ببینید این قسمت اینوری زیاده، این قسمت کمه که میشه پشت آسیمون. به اندازه 1 سانتی متر ما اینو چرت میزنیم، این فاصله بین اینا میفته. بعد خود بلیتیمون این پارچه رو که آوردیم مثلا ما داریم روی هم قرار میدیم که بیایم اینجا چیکار کنیم، بلیتی بدوزیم. ببینید بعضی از خیاطا اینو میزون یه مستطیل برش میزنن، ما هم همین مستطیل رو عین اون عزیزای همکارمون برش میزنیم، ولی به اون انتهایی که قراره به بلیتی دوخته بشه، بلیتیمون به آستین دوخته بشه 1 سانتی متر ازش کم میکنیم. یعنی شما فرض کنید استوپش کن. ببینید عزیزای دل، شما فکر کنید الان این مستطیلیه که من قراره بلیتیش کنم. ببینید مثلا ما اینقدر به اندازه 1 سانت از پهنا و به اون اندازه چاکی که قراره بلیتی دوخته بشه اینو اینجوری کم میکنیم، یه خلا ایجاد میکنیم اینجا. الان خود بلیتی و این پارچه پیراهن سفید رو نگاه کنید که من براتون توضیح بدم. ببینید عزیزای دل، ما الان اینجا 2 تا بلیتی داریم، یکی برای این آستین یکی برای اون آستین. ببینید این قسمت اضافه هر این که قسمت بزرگتر پیش آستینه، ببینید ما این خلایی که اینجا ایجاد شده در انتهای اون چاک قرار میدیم و بسم الله ما دوختمون رو شروع میکنیم. ببینید عزیزای دل، اینجا که اومدیم ببین به انتهای دوختمون رسیدیم، این قسمت کوچیکه آستین رو 2 پیچش میکنیم. قشنگ میگیرید دختر گل؟ ببین اینجا رو نگاه کنید عزیز، اینجا رو ما 2 پیچش میکنیم به سمت تیکه کوچیکه، اینو تا میکنیم توی خودش فرو میکنیم یا 2 پیچ، ما بهش میگیم 2 پیچ دیگه. اینو که 2 پیچ کردیم اومدیم به انتهای کار رسیدیم یه سرقائمه میزنیم دیگه، اونو اونجوری به حال خودش رها میکنیم. میایم اینجا ببین اکثر خیاطای نازنین میبینید 2 تا آستینا رو برای یه آستین دوختن، یعنی اصلا میاره اون یکی رو هم عین این میدوزه. برای این که ما کارمون قاطی نشه، اینجوری کارمون خراب نشه، هر 2 تا آستینمون برای یه دستمون نشه، الان اونجا رو ما 2 پیچه رو از اونجا به اصطلاح شروع که کردیم، ما چیزا رو بلیتیه رو دوختیم به پارچه. اینجا وقتی داریم شروع میکنیم یکی آستینش، ما مجبوریم به خاطر اینکه قاطی نکنیم ما از این بر از سمت کوچیک 2 پیچه رو شروع کنیم. ببینید قرینه هم میشن، یه سرقائمه میزنیم به انتهای کار که رسیدیم، نگاه کنید قشنگ لب به لب میدوزی یه نیش خوشگل. چیزمونو سوزنمونو توی آستین فرو میکنیم که در نیاد. بعد این بلیتی رو هم میاریم سر جای خودش قرار میدیم به این صورت. ببینید تا انتها گازمون رو میگیریم میایم بیرون. الان این یه دونمون، این یکی آستین که دوخته شده قبلا، ببینید عزیزای دل این یه دونه رو نگاه کنید، من اینجوری 2 پیچ میکنم توی خودش، ملاحظه بفرمایید به اندازه 2 سانتی متر 2.5 از 3 سانت باریکتر باشه خوشگل‌تر در میاد. ببینید این ما بلیتیمون یه سرقائمه میزنیم، کارمون رو شروع میکنیم، میدوزیم تا به این انتهای چاک بلیتی میرسیم به اینجا. ببینید ولی پهناش دیگه باید پهن و باریک نشه، به همون اندازه که اونجا شروع به کار کردیم انتهای کارمون هم باید همون اندازه باشه. اینجا رو ببینید این انتهای چاکمونه تا اینجا. بعد میایم اینو گوششو فلش مانند نوکشو تیز میکنیم تا میکنیم ببینید به این صورت میاریم تا انتهای کار. اینجا ما سوزن رو توی کار فرو میکنیم، بعد میایم دوباره تا نوک فلش، بعد اینجا هم
ریزه های پارسه رو توی خود بلیتی قرار میدیم که نزنه بیرون. میایم تا انتهای چاک، اینجا که رسیدیم 2 تا 3 تا، حالا بستگی به خودمون داره، سرقائمه میزنیم که اینجا شکافته نشه. ببینید این از روی کارمون و اینم از زیر کارمون. حالا این یکی رو قطع نکن دختر خوب. ببینید اینم اون یکی سمتش، به خاطر اینکه خوشگل‌تر در بیاد و راحت‌تر بتون، چون این ور یکم سخت میشه از ابتدا شروع کنید. میایم اون تا به اصطلاح اون 2 پیچی که قراره تا کنیم توی هم و اون 2-3 سانتی متر رو بهمون بده تا میکنیم. انتهای چاک رو، انتهای بلیتی رو به هم میدوزیم. ببینید این شکلی نگاه کنید. اینجا رو ما اون سرقائمه رو، ما الان از سرقائمه شروع میکنیم. ببینید 2-3 تا عقب جلو میکنیم، سرقائمه میزنیم، میایم انتهای کار روی نیش قرار میدیم. قبل از اینکه بریم بدوزیم اینو ما تا میکنیم. ببینید به این صورت، مثل اون یکی دیگه نوکش پیکان مانند باشه یا فلش مانند باشه. به این صورت میدوزیم، میایم تا انتهای کارمون، قشنگ نیشتیزی میکنیم، زاویه ها رو رعایت میکنیم که یه بلیتی خوشگل روی آستین پیراهن، شومیز یا مانتو یا هر لباسی که بالاتن است و استفاده میشه تحویل مشتریمون بدیم. ببینید عزیزای، این از این، بعد این نیشو تا آخر ادامه میدیم با همون پهنای دوختی که داشتیم. این از روی کارمون، اینم از زیر کارمون. امیدوارم براتون مفید واقع شده باشه. دست شما در نکنه.